در سرایوسط وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان همایش تشکیلات ابتدایی حزبی بخشیده بر روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تحت عنوان نقش پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در رشد تاجیکستان صاحب استقلال و نتیجه‌گیری از فعالیت کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در دوام سال روان دایر گردید که در آن رهبریت سرایوسط وزارت مالیه در ولایت، مسئولین کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر باختر، سردار اداره تلویزیون و رادیوی ولایت ختلان و دیگر اعضایان حزب اشتراک نمودند. ابراز گردید که دوام سال جاری کارمندان سرایوسط وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان جهت در عمل تطبیق نمودن برنامه حزب و سهمگذاری در اقدام‌های پیشگرفته حزبیان که از دستور و هدایت‌های رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سرچشمه می‌گیرد، کارهای نظررس را انجام دادند. ذکر گردید که اعضایان تشکیلات ابتدایی مالیه ولایت در همکاری زیج با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر باختر بهر اجرای برنامه و تشبس‌های پیشگرفته حزب سهم ارزنده خود را گذاشته ایستاده است. همچنین در ادامه سخنرانی سردار سرایوسط وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان اید به نقش و اهمیت تاریخی داشتن کنستیتوسیا ابراز اندیشه نمود. از جمله ذکر داشت که کنستیتوسیا برای تأسیس و رشد نظام حقوقی مملکت، ساختار و مقامات دولتی و در محور فعالیت آنها قرار دادن انسان و حقوق و آزادی‌های او، منفعت‌های دولت و شهروندان، اینچنین بنیاد جامعه عدالت‌پرور اساس گذاشته کفالت تامین آزادی، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی جامعه نوین تاجیکستان گردید. همچنین مسئولین کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر باختر جهت نقش و موقع کنستیتوسیا اظهار اندیشه کرده تاکید داشت که این حجت سرنوشت‌ساز یکی از نشانه‌های مهمترین صاحب اختیاری دولت محسوب گشته خصوصیت‌های خاص دولتداری ملی صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه را تجسم می‌نماید و در خود ماهیت تمام ساحه‌های حیات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی دولت و جامعه تاجیکان را افاده می‌نماید. در ادامه همایش تشکیلات ابتدایی حزبی که به مناسبت قبول روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تحت عنوان نقش پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در رشد تاجیکستان صاحب استقلال دایر گردید، سردار اداره تلویزیون و رادیوی ولایت ختلان نیز سخنرانی کرده ابراز داشت که کنستیتوسیا همچون سند سرنوشت‌ساز پایه دولتداری تاجیکستان صاحب استقلال را تشکیل داده در تأمین صلح و ثبات، حفظ حقوق‌های انسان و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی مملکت نقش کلیدی دارد. اینچنین تاکید نمود که مایه افتخار و خوشنودی است که پس از هزار سالها اولین مراتبه امکانیت تاریخی و حقوقی قبول به واسطه سند والای ملی عملی گردیده به شرافت آن پایدار دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی تاجیکان تحکیم یافت. در فرجام همایش تشکیلات ابتدایی حزب مالیه ولایت از جانب مسئولین کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر باختر بخشیده بر روز قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان به یک قطار کارمندان سرایوسط وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان افتخارنامه و دیگر تحفه‌ها تقدیم کرده شد.